هون گداریا رادیوی تزش مسکوی دکن سلاف او دما و خیر گدارین دلال رادیوی تزاند کارن ببین تور اینترنتی بوی ناونی شانه مالپر ریا تزه نخته کم ایرو یکم برنامه میا دنگو باسیلو یا سال 2018 ام هیوی دکن که گلک نوچین خیر و خوشی امی رابری و بکن و نهاجی گداریا دنگو باسین گرینگ ین وی هفتهی بکن روزنامه العرب بلاف کریش بر هین سدم نوخا و یندر و بغداد خواست دکه که بلس دیالوگ نابر هفلر و بغداد دا دست ببکه روزنامه دراپوره که دا تجمار یا سیشم دو چله 2018 دا جه سرزمان جدره که نزیکی سرکوزیر ایراق ایدار عبادی بلاف کریه که نها گویلتن تلوست و عبادی چی بویه و افدخوازه کشین نابر هفلر و بغداد دا بلس بین جاره کرن گوری جدری وی روزنامهش بود از بکنو دیالوگ الگل هفلری عبادی دوش همون مرج خو بردایه بیشتر همون مرجان هلوشاندن و انجام رفرندوم با سرخوبون کردستان بود که در روز 25 ایلون 2017 دل حریم کردستانی هات انجام دان. اف مرج بری نهاجی سرکه بول جمع عبادی که دخواست بری دست دیالوگ بکه هولیر بی مرجی بجی بکه. وقت روزنامه باز دکه یک جوان سده من که هیچتن هلوست بغدای به گویتن ترس عبادیه که خپیشاندن دژی سیاست و حکمت و بیدر کن و جویه که دترسه که خپیشاندن بگینن تویا نوچه و پرزگین ایراقی وقتچو داویو سالی دا سلیمانی چی بو هر و در کتنا خپیشاندن باجارین ایرانی سندمک دنش بو هلوستا نویا بغدای او افتس جمع عبادی چی بو که خپیشاندن برفره ببن و بریا باجارین کردی بگیجن ایراقی اجالی کدن و شیورمندی سروکی ایراقی روزنامه را گوتیه همو آلین ایراقی پشتوانی خوش بود دست بکردن دیالوگی دانخیا کرد لی حیانات آلیه که دست پیشخری نکریه هر و سرکوزیر ایراقی دار عبادی را گیاند که بریار هاتیه داین جوینین شاندین بلند ین لشکری ین نوبر وزارت پرستانی یا ایراقی و وزارت پشمرگی یا حریم کردستانی دا بدوام بکن شیورمندی سروکی ایراقی دیار کرد که هیوی هیه هفتیا به دیالوگ دست بکه اندومی ریبریو پیدگی راگیاند پیوست گل دادگاه خیانتکارن 16 جتمه ین ناویین که دا بکن جبر که برکفتن کرکوک خرماتو و ناوچین کردستانی را دست میلیسین 18 شی بیکرن روز چهارشنبه ده چله شیورمند انجمن آسایش حریم کردستانی مسعود بارزانی اشکره کرد اگر خیانت گروپ کی نبیا و بشک شیزن یکی خواب پاش و نکشابان حکمت عراقی جرأت ندکر یریش بکه سر پیشبرگه هر و اوی گوت پیوست دادگاه گل بو خیانتکارن وکرن اندومه کی ریبریو پیدگی نوری همه علیجی بسنوسی را گیاند هزن پیشمرگل دژی دشمنان عراقی کردستانی و مروایی ین داعشی راوستان جبر ارتش عبادی و مالکی نکارن دژی وان تروریستان راوستان هر و پیشمرگه کاری هزا داعشی تک ببه لیم خوبن محامیان دیت جبر خیانت گروپ که ناویین که کرکوک و خرماتو ناوچین کردستانی را دستی 18 شیبی هاتن کرن و اگر رکتن نبا وسا پیسانی وان ملیسان ندکاری بین حتی ناجی پلانین وان دژی کردان بدوانن و پیوست گل وان خیانتکاران دادگاه بکه و گل وان جزا بکه کنگرسمانین امریکی را گیاندن که بغداد آستنگین پیشا دست بکرنا گوتو بیجن آواده که اوش بر درنگی کتنا دیالوگی نابر هولیر و بغداد دا دلگرانی خواه آنین زمان کنگرسمانی امریکی استیو کینگ اشکره کرد که دوی کشین نابر هولیر و بغداد دا دیالوگی وارن جرسر کرن اوش کردستان بیشتر و آخوی باوری مد دانستاندن باشترین دریه دوی همو کشه گوتو بیجن بین جرسر کرن امزانن که کردش رفشی دلگرانن اوجی میجود خوازن ببن خودی دولتی که کردان شری داعشی کرن بی که افکه دوان بی برچاو گرتن کنگرسمانی امریکی و حکومت حریم کردستانی آمده بو نخوش بو دانستاندن رادگی نجی حتی نا بغداد گاوه که پیشاو نهاویتش بو جرسر کرنا کشیان روزا اینی دونزدی چله شنده که حکومت حریم کردستان یاد بن سرک وزیر جیروان بارزانی دا الواتیکانی زیارت کرن و الگل پاپای واتیکانی هر وزیر دروایی واتیکانی هفدیتن پیکانین شنده حریم کردستانی دا سرک وزیر جیروان بارزانی سروک دیوان سرکوتی حریم کردستانی فؤاد حسین و بردف که حکومت سفین زی جید کرن ببندی نوبر هولیر و واتیکانی دا نت سال 2014 دا سرک حریم کردستانی مسعود بارزانی سردان واتیکانی کرد و الگل پاپا هفدیتن پیک
واتیکانی 14 تیر همان ساله دا نونری پاپای واتیکانی کاردینال فرناندو فیلون و شاندک متران و پیشنگین اولا کریستیانان کردستان و عراقی سردن و هفلیری کرن و الگل سروک هریم و کردستان و سرک وزیر جویان دسپیک آدار 2015 دا سرک وزیر جیران بارزانی سردن و واتیکانی کر و الگل پاپای فرانسیسکو هفدیدنک پیکانی شاند واتیکانی نامه تایبت یا پاپا پیشکشی بارزانی کرن کد نوروک نامه دشبر کدری خوش بو کوچپران وکریه سپاسیا حکمت و گل کردستانی دکر واتیکان وک سروکین دولتان پیشوازیل شاندن هریم کردستانی دکر اندامین پدکه و ینگل سرویه گیل هفنه کرن کاجوین و انجمان پرزگاه کرکوک نوچه قرهنجیر آنجیل هولو انجمانی یا کرکوکی پیک بینه او یک دمه که دایه که هر دو پارت جباز زانن او شفکتن جبو عرب و ترکمنان در فته که زیرین پیدا کریه که بکارن بی چودیری چه بخوازن بکن چند روش بریا سرسالی پارت دموکرات کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی السر ایویه که رکفتن که انجمان پرزگاه کرکوکی یکمین جوین خوایا پشتی بیارین 16 جوت می پیک بینه هر و رکفتن هاتو بکرن که دوی جوین دو بس آوان هر دو خالان وره کرن گوتو بشکن و رفشا کرکوکی و هر و پروکرن پوستن اداری و اولکاری اندامی لیسته پدکی انجمان پارزگاه کرکوکی محمد کمو دوی درباری دو گوت که وان دو خوز القرنجایر جوین و انجمانی بکن لی دیاره که بریارن ینگل گل ادام ترکمن و عرب نویسک امزا کرنه دو که جوین الهولو انجمان پارزگاه وره در بوس کرن او جیویه که قبول نکن چمکی پدکی گوتیه اف دوی رفشه دا ناچنه کرکوکی لی اندامی ینکی یه انجمان پرزگاه کرکوکی احمد اسکری و گوتیه ینکی نل دجیویه که جویل قرهنجیر چه ببلی اندامین عرب و ترکمن قبول نکن الگوری نیرین احمد اسکری ایدی پیویست ناکجی پدکی دا خوزه بگره کرکوکی بکن و تمان دمی دا ایدیو دکه پدکی نخوزه بی آوایی وگره کرکوکی اف دا خوزه الگل کپیتا بغدای رکفتن بکن پاشی وگرن حتی روز 16 جوتمه کرد دسلات و سرویری راستین یک کرکوکی بون پرزگر و برپرسین یکمین ین هزن اولکاری کرد بون لی چند روز پشتی 16 جوتمه همو تشتات نگویتن و نهاد نتوای خودان پوستن بلند و پرانی بدنگ بونه نوچه خورماتو جید نو آگری 16 جوتمه دا شوتی و هیجی و نگریانا سر پرزگر کرکوکی برپرسین کرد وی باوری دونه که چرا سرکن پرسا کرکوکی راست باندوری رفشا خورماتو جید که شانده هفبش یا هر سی آلیین کردستانی ین تفگیرا گران که بلا اسلامی کردستانی و هفپیمانیا بو دموکرات و دادمندی پیشمی چاری چلیل بغدای سرکوزیر ایراک هیدار عبادی را جویان درباره جوین دا اوفیس سرکوزیر ایراک داخینیک بلاف کر او تیدا را گیان هر سی پارتی کردستانی هم بر سرکفتن سر دایشی دا پیروزبایی و دستخوشی حکمت سرکوزیر کرن داخینی دا تیگوتن سرکوزیر ایراک هیدار عبادی تکزیل سر یکتیا خاکا ایراکی کرد گوری میدیو فرمی یا تفگیرا گرانی شاند هر سی آلیین کردستانیش بود دانستاندنی او گوتو بیشکردن پرسگری که نابر هریم کردستانی او حکمت ایراقی سردانا بغدای کریه سردان شاند گران کمال اسلامی او هف پیمانی بود دموکراسی و دادمندی بود بغدای دمکی دایه که سروکی پارلمانتوی ایراقی سلیم جیبوری کنفرانس که روزنامه‌ای دل بغدای ایراقیان بود دی دمکی نزدیک تا حکمت ایراقی گوتو بیجن گل هریم کردستانی دست ببکه او تکس کرد که بوی آرمانجی دی شاندک شولیری و سردانا بغدای بکه پشت جوین الگل سی آلی سیاسی کردستانی سرکوزیر ایراق هیدار عبادی جدا پیشوزیر کری مزن یه جلال طلبانی باویل طلبانی کرد اوفیسا سرکوزیر ایراقی دخینی که نویس که دارا گیاند هیدار عبادی بفدیتن الگل باویل طلبانی دا بحثا رفش سیاسی او اولیه ایراقی پرستان و یکتیا ایراقی او جار سرکرن و پرسگری که یه نابر حکمت نوبندی و حریم کردستانی چرچوه دستوری دو کرن الگوری دخینی عبادی تفدیتن دا تکزیل سر آسایش و گرنگی پرستان و یکتیا ایراقی کرد و دیار کرد اف پینگاون که حکمت نوبندی یا ایراقی جیبجی کرنه برجیواندی ولاتین حریم کردستانی دانه الگوری آگاهیان تفگیرا گران کمال اسلامی کردستانی او هفپیمانیا بو دموکراسی و دادمندی جبو البجارتن الپیشین ایراقی هفپیمانیت پیکوانین او دخوازین بلیسته که هفبش بشداری تلبجارتن کرکوک او نوچه دنین کردستانی دا بکن لیستا هفبش یا تفگیرا گران کمال اسلامی او هفپیمانیا بو دموکراسی و دادمندی بناوی نشتیمان هاتیه راگیاندن بردف که هفپیمانیا بو دموکراسی و دادمندی ربوار کریم درباره مجاری دا راگیاند هفپیمانی الگل گران و کمالی بلیسته که بش بناوی لیستا نشتیمانی بشداری تلبجارتن پارلمانتوی ایراقی و انجمن پرزگل سینوری نوچه کردستانی ین ماده 140 یا دستور ایراقی دا بکن
آسایش سلیمانی دخینیک بلاف کر اوته دارگیان که دستگاه آسایش شهری و کردستانی و ریبری آسایش سلیمانی سر اساس زیدتر سد روش لیکولین و دو چونان کارین زانیارین هورل سر هبونو چندن گروپ تروریستی جین داعش بدست بخد کش بو تقدان آرامی و ولایی هریم کردستانی و سلیمانی پلان دانی بون آسایش سلیمانی دبیجه پشتی بدست خستنا پلانان و برچورونایی در کاتولیک و اف دو گروپن و آرمان جوان اف بو یک آرامی کردستانی تک بدن ریبری آسایش سلیمانی هر دیار دکه پشتی بدست خستنا زانیاریان جوان را اشکره بو که گروپ یک جوان تروریستن که همو اندامن ویژنن بریا تورین جواکی پروپاگاندش حزر داعش را دکن و آرمان جوان ابو یک جوره که هبش یا را گیاندن اجبو گیاندن و بلاف کردن چالاکین تروریستن داعشی تریم کردستانی پیک بینن و آمده کاریان بکن بو آلی کاری کردن شانین و شرطی ین داعشی دمو جیبجی کردن نیاتا خواهدا الگوری داخلی آسایش سلیمانی دبیجه سرمان اساسی وانجی و نسنمای اندامن وی گروپی که جاره یکمل هریم کردستانی چید بو همو جنن هاتن دیار کرن و فرمان دادور اپراسیون دست سرکرن وان دست بکریه هفته چله شانده که بلند یا پیدکی یاد بن سرکاتیان جیران برزانی باشار سلیمانی لگل پولیت بیروی ینکی جوینک پیکانی پشتی جوینی جیران برزانی و برپرسی پولیت بیروی ینکی مل بختیار ده جوینک هفپار دا درباری ادامرک جوینی داخلی دانه چوپمنی برپرسی پولیت بیروی ینکی مل بختیار دازانین که پشتی کریز 16 جتمه یاد نبرا هفلیت و بغدای دا و که پیدکی و ینکی وان پیوستی دیت یه جوینک و داست بلندا انجام بدن مل بختیار بالک شاندل بستاکبت بغداد یا پشتی گشتپرسی سرخوبون هریم کردستانی یا 25 ایلون 2017 مله به اختیار دازانین کد جوینی دا هربجارتن ایراق یه هریم کردستانی وروا یه نوچین ناکوک پیوندین نو برا هر دو پارتیان و آلین دندین سیاسی یه هریم کردستانی هاتن گوتو بیش کرن آلی خواه سرکوزی هریم کردستانی نیچیران برزانی جی بلک شانده سر گرنگیا وی جوینی نیچیران برزانی بیر خست که داخیانین بری داجی اشکره کریه که هولیش بود چرا سریا پرزگری کن چارچوبای دستور ایراقی دا آمده سرکوزی برزانی پیوندین نو برا پیدکی و ینکی دا وکه پیوندین دیروکی بناف کر و دیار کر که پیوندین هر دو آلیان قناخ گیشتی ایرو سر پرستا روزنامه‌نویسان یا درباره سردان شان دا هفبش یا تفگر و گران کمله اسلامی و هف پیمانی بو دموکراسی و دادپروری یاش بو بغداد مله بختیار دازانین که هفشان بی شیورین الگل تپارتیه که آنجی حکمت هریم کردستانی چونه بغداد لف مادگری داجی درباره هفدیدن خدا تزانیاری ندانه وان مله بختیار گود ینکی جی پیدکی جی بو بغداد هاتنه و خواندن لی او نچون لی اگر وان درباره جار سرکرنا پرزگری کن و دابین کرنا بودجه کردستانی گوتن باش کربن او جی باشه نیچیران برزانی جی داخیا کرن که او سردن شان دا هفبش یا وان پارتیان آگادار نبیه و دیار کرد پیویز دکر همو هزین دنین پارتیان کردستانی دل وان هبایه و دا باشتر دبو وی آوایی دکاری بو یک دنگی و به هست دخواست مافی کردان باته کرن سرپرسکی درباره ایدیا که دبیجن پلان خاپیشاندان ایرانی لولیریتین آمده کرن سرک وزیر برزانی و آخوی ایدیاین درباره دستوردان ناف خاپیشاندان ایرانی پر کمیدین نکراستی دستی هریم کردستانی نو پرزگریکن ایرانی دانینه ایران جینور که هریم کردستانی گرنگه و که هریم کردستانی هردم وان خواستیه پیوندی وان یلگل ایرانی باش بن اف سیاست وان دی بدوانجی ببه بدف کی وزارت درو یا ایران بهرام قاسمی دشم هشت چلی دجبینو چپمنی یا هفتانا دا سر تومت برکنا هولیری یا دستکاری کرنا خاپیشاندان ایرانی دا راگیاند دمو ام پیوندی ایران و هریم کردستانی برچاف دکرن اگر که دوره که برپرسین هریم کردستانی و گل کردجی ولکریا نشتیمانی یا ایرانی گوان بویشن قاسمی گفت بو تومت برکنا هریم کردستانی تو بلگه در دست نینه اف پیوندی تکداری هیزن ولکری ایرانیه هر وا قاسمی آمجه بیه که داخلی نیچیران برزانی ین رد کرناوی مجاریش بوان گرنگه بریو چند روزان مالپرا تسلیمه یا ایرانی زاری سکرتاری گیشتی یا انجمانو دست نشان کرنا برجیواندین ایرانی ایدیه کرده بو که قاش و خاپیشاندان ایرانی شولیری تینه بریبه برن بدف که حکمت هریم کردستانی سفین دزایی داخلی که برسیب دا او به ایدیه رد کرد اوی گود داخلیم وی رنگی تا آوای خزمتا جناربونی و پیوندین هریم کردستانی و کمرا اسلامی ناکه
افزیدتر دو هفتیان ایرانی و روزلات کردستانی خپیشاندان دژی رژیم ایرانی خلق سیویل سری هلدابون و خپیشاندان مزن پیک دادن خانیشاندان و نرازیبونش 28 ماه کانون سال بهری دژی گندلی بکاری رفش جیانی و نداد پروری 43 باجار و 21 پارزگاه ایران و روزلات کردستانی بلا بودن هرواش برکو کمره اسلامی ایرانی اف چند سال دوی هفدا روزلات ناوین به بخوادی کنترل که اف یک جیل ایرانی بو سدم و تکچون دارایی و آبوری تمن دمی درفش آبوری خلقی خرابتر بو و ایران دمک وسط گوی ندا خلقی و بودجه لشکری قاسیش سدی 40 زیده تر کرد خلقین پرانیا باجارین روزلات کردستانی و ایرانی در کتد کلانان و سلوگانین تند دژی دسلدارین ایرانی وک مرنج بو خمینی بلند کردن رژیم ایرانی جر دژی خپیشاندان خلق سیویل میلیس و آلیگر خال کلانین باجارین ایرانی بلاف دکر و خپیشاندان پشگریا رژیم باند دا کردن نابرا هیز نولکاری و خانیشانداران دا آلوزی چه بون اول گوری آمارن حتی نا بیتری 25 کس هاتن کشتن و بسدان بریندار بون و وک 3700 هاتن گرفتن پارلمانتار که ایرانی جی محمود صادقی سرتویت را خو اشکره کریه که هجمار ام خاندوانین که دروژ در بازبوی دا بن اسکنچه دا جیان خوش دست دانه سه خاندوانن هرچه قص برپس ایرانی رادگین که وان رفش کنترل کریه جی گور آگاین که اپوزیسیون ایرانی و چفکنین هریم بلافت کن خپیشاندان هیجی بردوانن 40 سال اندریج دسلاتاریا کمرا اسلامی یا ایرانی سر جواک ایرانی دا سیاست و زورداری دیکتاتوری و پرچکرن خلق ایرانی دمشینه لی ایرانی اینترنت و میدیا جواکیش آلی رژیمی و هاتیه قدغه کرن لی بلی چفدیرین سیاسی دبیجن که هیوین مزن سروان نه هاتیه گریدان که اف سیستم دسلات ایرانی بگویدن لی اف گوه که ارینی بو بکیمی دسلات سیاسی یا هندر هجاند نوبدارین شورشگری ایرانی جی یک شمی گوت هیزی نولکاری والد پیلا خپیشاندان دژی حکومت بداویانی داخلی که دا سر مالپر خو نوبدارن امریکا اسرائیل و عربستان سعودی توانبار کرن بوان خپیشاندانن و اروها گروپ اپوزیسیون یا بناوی مجاهدین خلق کل در و دمینه و پشگرین شایی کل شورش سال حساد نزد هفته نهان دا هاتو بو ارخاندن دوان روژین داویدا آلیگرین حکومت ریوچونین مزن گلک باجارین ایران الدار خستن دژی خپیشاندانن بریانه‌های سروکی آمریکای دونالد ترامپ سر توییتر پشگریا خویش بو خپیشاندان ایرانی را گیاند بو او گوته بو که همو خلق ایرانی گویتند خوازن خلق ایرانی داویدجی گندل او درنده یا ایرانی تبت گره سرکاتیا وی ولاتیجش خلق خو گلک دترسن هر بو امجه به یکی کریه کل ایرانی مافی بروانتین بمپیکرن و آمریکا جی چفدیریا بیارن الوی ولاتی دکه پرین که اوباما با یک احمقی دان ایران تروریسم دهات نخرج کردن امریکا اسرائیل بریتانیا و کانادا پشگیری خوش با خپیشاندان ایرانی نشاندن و جرایدارن وی ولاتی دخواست کردن که ریس خواستکن خلقی بکردن دست پیکا خپیشاندان دا امریکاش عالی حکومت ایرانی و دست سرکن خپیشاندان شرمزر کرد و راگیاند که واشنگتن چفدیری وان راپورت دکه که بس خپیشاندان آشتیان یل باجارن ایرانی دکه وزارت دروی امریکا جی راگیاند به رایدارن ایرانی ولاتی که دولمنت و خدید روک و دا دولمنت کرنه ولاتی ایران برتف که وزارت دروی امریکای هایتر ناور دیار کرد که واشنگتن دست سرکن خپیشاندانان تندی شرمزار دکه وش همون ولاتین جانی دخواست دکه کش بو دست خستن مافین بنگین و بداویانینا گندلی با که اشکره پشگیری خلق ایرانی و دخواستن وان بکن هفته بوری دمیرتاش نامه اکشپارتی خورشاند و جالی افسروک هدپی سرپیل کمال بایوا هات خواندن دمیرتاش نمای خود داد بجد کنگری هدپی دا که بریار 11 سبات دهاتی به دارخستن از خوش بو پست افسروکتی نامزد ناکم هدپی خونه خانو داوی خواه مزم بکه وش بو سرکتنا هدپی ازی آلی کار بم صلاح الدین دمیرتاش سال 2014 و افسروک هدپیه افد چاری چلی 2016 دهات لگرتن آحتا ناجید زیندانا ادیر نایدای پشتی که هفسروک هدپی یگرتی صلاح الدین دمیرتاش را گیاند که هفش بو هفسروکتی دی نو برنامزد ناف هدپی دا تفگره که دست بکر و نوی چند کسان در کت پیش نوی سروکی شهر دریا مزن یا مردینی یه بری احمد ترک جی یک وان کسان بو احمد ترک در باری گوتگوید میدیای دا بلا بونه داخینیک دا او را گیاند اش بر رفش بیا تندورستی افده نکر به برجی هفسروکتی بکه و گوت پیویست کسی که جوان و جیر به هفسروک هدپی ناجی خینجی احمد ترک نوی
بردف کی پارتی اینان بیلگن پارلمانتاری رهای عثمان بیدمیر و پارلمانتاری انقره سری سرای اندر درد کبن پیشی پارتی دموکراتیک یا گلان آمده کارین سیامین کنگری خواهی آسایی دکه داکو هر سروک خواهی نو هل بجیره بریاره هدپی سیامین کنگری خواهی آسایی 11 سبات انقره پیک بینه پارلمانتاری پارتی دموکراتیک گلان یرخای عثمان بیدمیر چرچوه برنامه پارتی خدا چوبو ازمیری اولوی داری هات دست سر کرن عثمان بیدمیر خواسته بو کریارین 27 کانون 2015 نوچه جزیره یا شیرناخی لمبری جنیازین هاتی کرن پروتستو بکه پشترا سبب کو یاسایا خوپشندانان مش و جوینان بن پیکریه دوس لمبری وی هات بو وکرن پشتی 14 مین گرتنی پارلمانتار هدبی ادریس بالوکن دادگاه 80 یا جزاین گراند دیاربکر آمده بود. دادگاه بریار 16 سالین 11 مین زندان کرنی بسوچی اندامتیاری خستنک تروریست لیوی برین. بالوکن مجدار 2016 بتوانا دست الجلد خستنا تروری هی هات بو گرتن. لی قانون یا سال 2017 سربست هات بردان پشتی مه که جاردن هات گرتن. دولت ترک توانی خستنا بالوکن و هولن وی یندن ین پارتی هدبی اون که ترک که ایدیات که وان تکلیف که را هبن یا که زیادتر 30 سالان الگل ترکی شرطایه گرتنو اندام و پارلمانتارن هدبیل ترکی جوانا هفسروکین پارتی صلاح الدین دمرتاش و فیگن یکسک داک شالی جواک نام نتوی هاتن شرمزار کرن جزا کرن ادریس بالوکن بو سدم و نرازیبون اندام و آلیگرن هدبی هر وک ریاکسیون پیشن شالی بریاردار پارلمانت اروپا یا پرسن گریدای ترکی کاتی پیری درکد کاتی توییت که خدا گوت دادگاه ترکیه ایرو پارلمانتار هدبی ادریس بالوکن 16 سالین زنده کرنی جزا کرد اف جزا یک ویرانکار و بردوامیا بدن کرنا دنگن رقابره دادگاه جزای گران یا پنجا یا آمده پارلمانتار هدبی چولمرگ عبدالله زیدان آمده 8 سال مرگ و 15 روزان هات جزا کردن دوز زیدانش علی جگری کوما هدبی احمد یلدریم و پارلمانتار هدبی یا آمده فلکناس و جاو هات شپاندن پشتی که جزای زیدان دیار بو احمد یلدریم داخینیک دا و اشکره کرد که بریارا درباره زیدان دا بری نهاتیه گرتن که دادگاه گویجی ندای دلیلان و راگیان که اف بریار نه حقیقی لی سیاسیه پارلمانتوی ترکیه مافی پارلمانتاریش پارلمانتار هدبی یا آگری لیلا زنستاند پشتی 24 سالان جاره کردن پارلمانتاری لیلا زنش علی پارلمانتوی ترکیه و هات بطال کردن پارلمانتوی ترکیه را گیان دیش بر بجدر نبونا دا جوینین پارلمانتوی دا پارلمانتاری لیلا زنه هاتیه بطال کردن اجدام آستاند خارنا قانونی یا پشتی البجارتن سال 2015 و ناکوکید نابرا سرکاتی پارلمانتوی ترکیه حکمت ترکیه و لیلا زنه دهیه لیلا زنه مراسم استخوان قانونی یا پارلمانتوی دا که یکی مجدار 2015 دا بری باچه بود دما که نوروک تکست سونده خوانده بود الدفسا هوا که ملت ترگوت بو ملت ترکی و بچند پیوین کردی پشکری دا آشتی او وکهویه اجبر وی یکیجی دستای سرکاتی پارلمانتوی و هر حکمت ترکی را گیاندن که سوند لیلا زانه نای حسباندن و چند جران دا خوش بکربون که سوند خواه دوباره بکه به بطالبون پارلمانتاریا لیلا زانه هجمار پارلمانتاریان هدبیل پارلمانتوی ترکی دا کت 5 کرسیان سروکی گیشت یا که پارتی و سرکمری ترکی رجب طیب اردوغان بجداری کنگری یا پارتی خواب و تدا گوتارک پیشکش کرد یکش بجاری نخفتن رجب طیب اردوغان هزین کردی ین روژاوای کردستانه بود اردوغان وکه گلک جاران دیسا گلف هزین کردی خار و گوت ولاتی بی چه آنیه سری دایشی دی همان تشتیجی روژاوای کردستانی بین سری یکیدان پراستنا گل آمریکای 4000 کامیون چک شرخستنا تروری را شاند ایدی جیش گوتنه را نمایه بلا همو آلین هریمی ویه که باش فهم بکن زویان درنگ امی ویری خستنا تروری تکست سرکود بکن دبه دوامیا آخفتنا خود اردوگان دیار کرد که اولی سوریه که چاوا بروسیا و بیرانی را دخابتن افتخازن با آمریکا را جبوی آوایی بخابتن تی زانین آمریکا هزین کدین رجاوای کردستانی وکه پیمانی خوابی ناسده که هجای گوتنی یا حتیابوری وزیری بروانی آمریکای جیمز ماتیس هشیاری دا ارتش سوری درباره هر گیریشه که کل سر یکی ناین پرستنا گل انجام بده ماتیس گوت نابه هزین حکمت سوری تا گیریشه که ببن سر هزین که حوال بندن آمریکایی نه
وزیر داده فرانسای دخینی که خواهی درباره درزاندن همولاتین فرانسیین دایشی که کتن دست یپگی دا گود او وک دولت که سرب خواب پینا سیل ریببریا روژوا یا کردن سوریه دکن. وزیر داده فرانسی رادیه که فرانسی را آخوی و دیار کرد که گتین دایشیین همولاتین فرانسی که کتن دست هیزین سوریه دموکراتیک او یپگی دا چارچوه حقوق دا بین درزاندن و موفی وان یه پاریزرن هبه افدی دادگین روژوا ناز بکن. وزیر داده فرانسی هروا بالکشان سرکو اف ریببریا روژوا یاد بن کنترل پارتی یکتیا دموکراتیک داجی وک دولت که سرب خواه ناز دکن. هروا بردف که سرکومری فرانسی ایمانوئل ماکرون سر درزاندن همولاتین فرانسیین میلیتاین دایشی دا بوخیا کرد که ریببریا روژوات کروان دادگی بکه او پی و کردستان سوری بلیف کرد بود. هات ایدیا کردن که پیدا پشگری آمریکایی با کوری سوری آمده کاریا آرتش کده که الگوری نوچه آژانس آنادولی که زانیاری خود دسپیده چافکانین هریمی وزارت پاراستانی آمریکای سازی استخباراتی آمریکا پرورده دادن 400 اندامین پیدا. هات ایدیا کردن که 400 اندامین پیدا کامپا صباح الخیر کد که باشوری هسته که اون نزی بندا و تشرین یال سرچم فراتی تین پرورده کردن. آژانس آنادولی دیار کرد که آمریکاش نیسان 2016 و وروا پشگریات چکند ده پیدا و پشگریات تکنولوژی یا آمریکای زیده به. حکمت سوریه دخوازه شاند کش کسیتن هریم جزیره یا روژوای کردستانی جبو بجداربون الکنگره سوچی آمده بکه. سازین سرب حکمت سوریه هجمارک سرکاشیرن عرب کسیتین کرد مسیحی و بکاتاین دنی این هریم جزیره یا جبو بنگه همیمی نشاندن داکو جنوان چند کش بو بجداربون السوچی بین وقاندن. لگور آگایری روسیه بریار دایه که نپیده و نجی سازی و شاخل به بجداری سوچی نوین کرن. لید بهن کسایتی بین وقاندن که نرین پیدل سوچی پیشکش بکن. هر وقت تیزانی که دستگین حکمت سوری قاموش 120 کش با سوچی کردن نامزد. شالیدن پشتی که شانده که ین کسیل انقری گل وزارت درویا ترکیه جویا دیار بو که ترکیه ین کسی وکه نونرین کردن سوری نازدکه. چافکانی که دیپلماتیکی روژوای اشکره کرد که آمریکا دخوازل هریم روجلات فراتی کاری خواهی دیپلماتیک خود بکه و تکس کرد که آمریکا دیپیناسین دیپلماتیک دوارید بن کنترل یپگی دا بکه که ریبری خواه سر به هریم هنه و فدراسیون با کوری سوری وی دری هاتی را گیاندن. الگور چافکانی آمریکا دی دیپلماتکارن بشین روجلات فراتی انجمانیم خواه جیبیز بکه جیرخاناین هریم آوا بکه و راهینانن و پروردین بسازین ریبری خواه سر یا روژوای کردستانی بکه. همون چافکانی اشکره کری آمریکا دی بنگه خواهین سربازی تریم بیله و کارین دیپلماتیک دوی هریم جی زیده تر بکه. الگوری چافکانی آرمان جوان پنگاوین آمریکای پسکرنا بگه خالم بر روسی و کم کرنا باندور ایرانی سوریاییه. هریم روجلات چم فرات دبن کنترل یکینان پاراستناگل و هزین سوری دموکراتیک دانه که شهر دجیدایشی دا هف پیمانی آمریکای و هف پیمانی نادولتی دجیدایشی دانه. آمریکا شهر دجیدایشی دا و بتایبت اپراسیون من بیچ رقا طبقا و روجلات دیرزوری دا پشتوانی لیه بگه و حسده کرد. آمریکای هروا روجوای کردستانی و دوارین روجلات فرات چند بنگه و نوندن لشکری وکرنه که گرینکلین وان ریمیلانی هیه. دنگ و باسین جیانی. سیاستمداری که کردی بریتانیا کت کابینه نویا حکمتاوی ولاتی. سیاستمداری کردی بریتانیا که اصلی خواهش خنقین یا هریم کردستانیه پست که بلند کابینه نویا سرکوزیر بریتانیا تریزا مای دا ورگرد. کابینه که نه چلیش علی تریزا مای و هات را گیاندن ندیم زهاوی نوف کابینه حکمت دا پست سکرتاریا پرورده یا وزارت درو یا بریتانیا ورگرد. زهاوی سال 1967 بغدای هاتی دنیای. بدارین هیجا او بو وشانا دنگ و بحثناتیگی شمو پرچین کردستانی و کردن دیاسپوره هروا نوچین نامنتوی اجاره کرده دیسر سروی ناونیشانی امی راستی هبین آمده کار و ریببرا دنگ و بحث نو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتانی وشانانو بمین نواخیر و خوشیده